اگه دوست دارین که یه گوینده موفق و خوب باشین، قبل از هر چیزی باید صدای خودتون رو بشناسین. باید بدونید که صدای شما از کجا تشکیل میشه. در واقع رزونانس صدای شما از کجاست. دقت کردین بعضی از افراد در حمام آواز میخونن و صدای خودشون رو خیلی دوست دارن؟ این به خاطر اونه که فضای حمام داره به اونها یک رزونانس صدا میده، داره صدای اونها رو تشکیل میکنه و این براشون خوشاینده. در بدن ما هم همین اتفاق میفته. صدای ما از قسمت‌های از بدن ما تشکیل میشه. بعضی از صداها از جمجمه تشکیل میشه، بعضی از صداها از بینی و سینوس ها شنیده میشه، بعضی از صداها از گلو شنیده میشه و بعضی از صداها از قفسه سینه. معمولا صداهایی که از قفسه سینه شنیده میشن صداهای بم، گرم و دلنشین تری هستند. برای اینکه صدای واقعی خودتون رو بشناسید، باید صداتون رو ضبط کنید و اجازه بدید که دیگران اون رو نقد کنند. ببینید که صدای شما چگونه صدایی است از نظر مخاطبتون و از کجای سر، جمجمه، گلو یا قفسه سینه شما تشکیل میشه. اینطوری بهتر صداتون رو میشناسید.